وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک نامه تعزیت در سامانه رسمیش از مرگ نابهنگام معاون وزیر کارهای داخلی پلکوونیک میلیتسیا مبارک قدمزاده عبدالرحمن نظرخان خبر داد. پلکوونیک مبارک قدمزاده امگی 51 سال داشت. درباره علت مرگ او در نامه تعزیه وزارت کارهای داخلی چیزی گفته نشده است، اما در این تعزیه مرگ پلکوونیک مبارک قدمزاده مرگ نابهنگام نام برده شده. گفته می شود که رهبریت و هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی از درگذشت این مقام بلندپایه میلیتای تاجیک سخت اندوهگین بوده به اهل عائله و نزدیکان و پیوندان مرحوم اظهار همدردی می نمایند. در همین حال یک منبع پایگاه خبری بامداد گفت که مبارک قدمزاده از بیماری قلب رنج می کشید. عبدالرحمن مبارک قدمزاده در بین معاونان وزیر کارهای داخلی تاجیکستان یگانه معاونی بود که صاحب عنوان نامزد علم حقوق شناسی بود. او همین طور در بین معاونان وزیر داخلی یگان معاونی بود که باقی معاونان وزیر داخلی تاجیکستان همگین رالند. عبدالرحمن مبارک قدمزاده از ماه آگوست سال 2022 همگی 10 ماه در مقام معاون وزیر کار کرد. از آن قبل او از سال 2018 تا 2022 سردار شعبه میلیسای شهر خوروغ بود و آن هم در یک دوران خیلی مشکل پر از اعتراضهای عمومی در این شهر و سرکوب خونین اعتراضها در ماه سال 2022. در جریان اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 مبارک قدمزاده که آن وقت سردار شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خوروغ بود در جریان زده‌خوردها با اعتراضگران با کارد از پشتش جراحت وزنی برداشت. 3 ماه بستری شده بود. در پی سرکوب اعتراضهای بدخشان در ماه آگوست سال 2022 مبارک قدمزاده به مقام معاون وزیر داخلی تعیین گردیده از جانب پرزیدنت امامعلی رحمان با اردن قدردانی شده بود. وزارت کارهای داخلی در تعزیه‌اش نوشت که مبارک قدمزاده به خلق و وطن صادقانه خدمت کرده برای ظاهر نمودن ملکه و مهارت بلند کسبی با یک قطار مدال و نشانه های سر سینگی افتخارنامه و سپاسنامه های وزارت کارهای داخلی همچنین با مدال جسارت و اردن اسپیتمن درجه 2 سرفراز گردانیده شده است. همکاران و همصفان هیچگاه خاطره نیک این مرد نجیب و افسر سرسپرده مقامات کارهای داخلی را فراموش نمی‌سازند و کار و پیکار او را ادامه می‌دهند. گفته شده است در انجام تعزیه وزارت کارهای داخلی در مرگ پلکوونیک مبارک قدمزاده